شما ببینید همین جوانی را که ما بیشتر بر شما گفتم که نامزی، نشانزی و ذائقه‌ای در افغانستان در سالها چرخش به زیر راست راست بود یا همین که یک شهادت بخشید. مگر شما باور بکنید که واقعا اینمی که مردم هم می‌بینید به نام شهر مردان یک علاقه دوردست پاکستان است که امروز در کنار اینمی جوانی به نام پالوان آمدیم از نزدیک اینمی ذاتی به نام کچالوی لشمت یا کچالان اینمی را بچشیم و ببینیم چی میشه. دیگه شما ببینید سعی کنید که با کدام کوالیتی، با کدام ذائقه و با کدام ساختار کی دارد اینجا در پاکستان در کل تلویزیون و همه چیز در دستش است و یک نام خاصی دارد و یک ذائقه بسیار خاص دارد و من خودم هم شخصا وقتی که از افغانستان حرکت میکردم شما باور کنید در ذهن من اینمی بود که چطور بتانم کرده که اینمی جوان پیدا بکنیم و اینمی غذایی را که یک رواج خاص پاکستان است با خصوصا اینمی کچالو که با مساله های رنگارنگ و اینمی بینیم جور میکنه خاص به خاطر و نظمو افغانستان و نظمو کابل تا اینجا آمدیم تا اینمی را از نزدیک ببینیم. با خیر و سلامت باشین. ببینید که ما ببینیم چی میشه. افغانستان یک رقم نو مساله دیگه است که اینمی دیگه کلی گمو چیز ترکیب میکنه جور میکنه. یعنی شما ببینید باش که یک دفعه تیار شود باشه ما برنامه یک کار کامل جور کرد ببینم اگر ما نزدیک میبودیم دوستای افغانستان اگر نزدیک میبودیم واقعا هر روزی که هر ساعت بعد میامدیم از استفاده میکنیم کچالو هست کچالو خاص علاوه کچالوی لشمک به خاطر کچالو دیگه بسیار مفید است که با کدام خیلی او میکنن اینه دیگه ما نوش جان میکنیم مالی داشتی مالک بخیر باشید अनि लागे तपाईंको टाइम न लागे किसानहरुले टाइम दिनु खपल छोटो सके ये टाइम की कुछ तपाईं ने के दुकानदारी है नगर गोड़ी बस रावोड़ दुकानदारी से रावोड़ जो 50 वाज बराबर वाला 150 या वाला ये वाला बने अंदर के बराबर हमारे रूम गाट पूरे महीने अप्रैल ला सफाई हां तो ऐसे 150 वाले वाच कितनी वाच बैठेगा 150 रुपए 150 ये हां दे दो बजे प्लेट के हुआ 140 50
Chakni bagala gada kapana. Ada lala. Gracias.